مفری نبود، اما تو میرفتیم دم سرا تک تک میکردیم رمضانی میخوندیم دیگه، همون جیبا ما یک چنگ بادام میبادم من ما میکرد. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. اگه شما قرار باشه پیچ بیسیری باید بالا بره بخو. همه تا دل من مخموخه میکنم، میگم همونا چی خواه تو اینا رو به من معرفی کنم. دوستا خونه دوست ما جیلان جان علمینه، بیاین که خود شما قرار که دیگه اینجا یواش یواش دیگه شروع کنیم. بخیر. بله رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. الا خاله تو گم میکنی، الا خاله تو گم میکنی، طبقای چینیر گندم میکنی، طبقای چینیر گندم میکنی. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مونده شدیم، رمضان گفتیم تا مونده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. یا سوال یا جواب یا سنگ پیمان یا کوزیو. یا مدام السلام علیکم. السلام علیکم. دیارم بخیر منجر. سلامت بخیر. شما خوب بخیر. زنده باشیم. بخشش باشه دیگه. بی‌نوغه مزاحم شدیم. خیلی خوش آمدید. دیار هستید بخیر. سلامت باشیم. بفرمایید. یا الله کنیم. یا الله. بازم سلام میگم به خدمت شما بینندای عزیز. برنامه رمضانی آمدیم به خونه برادر گل ما جیلان جان که یکی از دوستای قدیمی ما هستم. بسیار زحمت کشیدم. شما میفهمید که امشب ماه مبارک رمضان بینندای عزیز، این سفره از عیده. باور کنیم خاص به خاطر عنعنات قدیم، به خاطر رسم و رواج قدیم از بین نره. لالا زحمت کشیدم این سفره فقط امشب جور کردم به خاطر برنامه رمضانی ما که شما لذت ببریم. خب سلام داریم به خدمت شما. سلام نینجا، قربان شما برادر. هستیم بخیریم. زنده باشیم. نماز و روزه شما قبول باشه. تشریف آوردین، تشکر از شما، زحمت سلامت کشیدین. باشیم، شما زنده باشیم. ما واقعیت به شما بگیم، خدایی بگیم، این قدر هم ما زحمت شما روادار نبودیم. نه چه زحمتیه به خدا. که اختلاط میکنیم از اینجا بیامدیم. ما خیلی بسیار خوشحال شدیم زحمت که شما از کشیدین. اینجا تشریف آوردین. سلامت باشیم. ما بینندای عزیز جا دوستار که میریم اماهنگ میکنیم، اما به زینا نمیگیم که ما چی ساعتی میاییم و چی شبی میاییم. منتها میگیم به می 4-5 شب خدمت شما میرسیم. اینا میته که معلوم میشه به می 4-5 شبی که ما گفته بودیم اینا آمادگی خود بگرفتم که شما دیدیم دم سراک ناسنی ما تک تک کردیم و اینا گفتم حداقل ما خبر میساختین. خب خیر میگذاریم. ماه مبارک رمضان به خوبی بله خیلی خوبه. امسال ما روزه انشالله نه آدم تشنه میشه نه گشنه میشه، هوا سرده به کل. ما روزه خوبیه انشالله. خیلی خوب سپری شد. بسیار خوب بسیار خوب. الهی شکر. گپ بزنیم که خود شما وقتی که به سندای 12-13 بودیم به حساب رمضانی و مثل امشب میرفتیم. بله او وقت که ما میرفتیم دیگه ای تو سفره مفری نبود، اما تو میرفتیم دم سرا تک تک میکردیم رمضانی میخوندیم دیگه، همون جیبا ما یک چنگ بادام میبادم من ما میکرد. دیده نبود، همون یک دایی به دست ما میداد دیگه میرفتیم. پس باز به دیگه سرایی میرفت. راست میگیم. خب به دم خونه شما همون قدیم که می آمادم از اجی آقا یا از والده شما پول میگرفتیم یا شیرینی مستونه میبردیم؟ بله دیگه بعضی نه شیرینی میداد بعضی نه پول میداد. خدا واسه خود شما رمضانی که حتما دم خونه شما می آمدم. بله می آمدم. خود شما چی میبردیم بیشتری؟ بیشتری نه ما پول میبردیم، میدادیم یک 50 20 دایی میدادیم بازنا. خب
خب ولی بسیار خوب. پس امشب میگه که معلوم میشه ما این 20 پی سرمان هم پشیدیم اومدیم. او زمان قدیم فرق کرد. من خود ما به 8000 افغانی زن کردم. راست اگه شما قرار باشه 20 پی سیری بده با بالا بره بخو. نه فرق کرد حالی دیگه. باز بسیار شما خوب. شیرینی میدیم. قربان شما شوخی ما کردیم. به زنده خدمت باشین. تشکر از خیر شما. بینیم که شما بیامدین. قربان شما تشکر. سلامت باشیم. سلامت باشیم. داده گل ما برارزاده معرفی کنیم. این دیگه است مصطفی جان پسر منه. بسیار خوب. ولی اونم آسیه دختر من. دخترک شما چند اولاد داری؟ 4 تا دیگه داد. خب بیا کوکای من. بیا او برادر چیکار شما نه؟ اونم بچه ایجی صاحب عبداللطیفه. خب ایجی صاحب دوست شما. ما از اونو خیلی خاطره داره. میته خاطره. رفیق سید احمد جان که هست. رفیق سید احمد جان هم همین جمع دعوت تشریف بلی عالی میاد. الهی شکر بسیار خوب خوشحال شدیم. دادا جان خوبیم شما؟ صحت شما خوبه؟ البته پسر بیشتر دوست داری. یاری فرق نمیکنه. هر دو تا بچه یه دیگه هر دو تا مستنیه. به خاطر که ایران مردانه پیش کردیم. این دیگه همین استایل خود اینه دیگه خود دوست داره میره. خب بسیار خوب. بینندگان نازنین به خاطر که کمک تغییرات بیاریم به فضا ما یک رمزونی دست جمعی میخونیم با هم. انا خدا کنه که شما لذت ببریم از این سفره و از این برنامه امشب که بسیار برنامه زیبای دیدنی شد. به چای خور بگذاریم دیگه خیر بینیم. بله 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 رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان 30 روز میمانه مانه رمضان 30 روز میمانه مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. ما بچه هستیم یک کوچیلچان یکی را کشتیم با چوب چنار یکی را کشتیم با چوب چنار رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. یا سوال یا جواب یا سنگ پیمان یا یک تانکر اوی. درسته. عزیز صاحب بسیار خوش آمدیم بسیار خوش آمدیم. صحت شما خوبه؟ سلامت باشیم زنده باشیم. بسیار خوب. بینندگان نازنین من دوست دارم که حاجی صاحب زحمت میشن تشریف بیارم اینجا. ببخشید حاجی صاحب نه بیایم بسیار خوب. بیایم حاجی صاحب بیایم چی اینجا بالا. این دیگه که هست حاجی صاحب خیلی سید احمد جان دوست داره. خب حاجی صاحب از اول که مونده نباشیم بخشش باشه که شما تشریف نداشتیم دیگه خود لالا ها آمدیم و بالاخره شما هم بسیار خوش آمدیم. حاجی صاحب از زمان قدیم بگیم رسم رواج ماه مبارک رمضان خصوصا به برنامه رمضانی حال بیتره یا قدیم؟ قدیم بهتر. چی بیتری دیشه حاجی صاحب؟ قدیم بهتر بود. ما با وقتی ما اونجا با بایغس که بودیم با وقت مالداری 30-40 نفر یک جا میشدیم میرسیم با ماله دیگه یعنی اونا برات ما میشد یکی میگریتیم یعنی خیلی خوب بازی میکردیم. راست میگی. جالب‌تر بود. دقیق حاجی صاحب اگر به یاد شما باشه که شما چند ساله بودین؟ با بایغس که بودیم همون وقت رمضانی که میرفتیم. بله ما شاید 12-13 شاید. خب سرگروپ همی برنامه شما نفرا کی بود؟ از اون منطقه بود از این قوما بود. خب این تشابه شده باشه چون همی خدا واسه چیز چاره که میدم همی پول مثلا معلوم میشه که چندی هست آخر جمع میشه معلوم بشد با شما که پیش شما پول نبود. خب روغن زرد میداد نون میداد همین چیزا. هیچی پول نبود. نه پول نه. خب همین روغن زرد و نون اینا پیش شما تا گم نمیشد که یکی مثلا به کیسه ها کنه؟ نه اونا هم می آوردیم باز اونجا
با همون تا همون جارا با خونه نه همون یک جا میشد آتش در میدادیم پیستل بود خوب بله همونجا آتش در میدادیم اونجا میخورد نوش جان میکنه بمشو با همون شو چقدر بچکم بودیم حاجی صاحب چری تعلقه شکم باور کنیم حال من که اینجا میبینم شما اخلاق مرد داشتیم همه تا دل من مخموخه میکنم میگم همینا چی خبه تو اینا رو به من معرفی کنم که همینا چیه می چیزا زرده که روی اینا کنجد داره ایتا شما هم فکر کنم همین تا علاقمند خیلی به شکم خوب بدیم درسته؟ بسیار خوب شخصای که آمدن مجلس به دم خانه شما او وقت طفل بودیم پدر یا مادر به دست شما پول دادم یا چیز دیگه دادم گفتم ببریم بهمون به 4 رمزونی بدیم اونا رو به سر بردیم یا به کسی خو کردیم پول نبود بیخی وجود خوردنی کو بود یک چیزی یک روغن یک نون یک چیزی نه همونایی که به دست خود شما دادم ببریم به رمزونی ها بدیم ببردیم میبردیم به دست نمیدادیم به کیسا خو نمیکردیم یک چوکی هم پولی نمیشکردیم بسیار خوب حاجی صاحب بلیندا ما بیشتر یک کشورها خارجم خوش دارم که از زبان خود شما بشنوم که شما میرفتیم به رمزونی چی میگفتیم همین رمضان دیگه همین خوندن مثلا چی میگفتیم رمضان یا رب رمضان همین میگفتیم خب حاجی صاحب شما مرد قدیمیم یا سنگ پیمان یا کوزی او یعنی چی والا اگه همین خلصی همین مشخص باشه فکر کنم معنی امی باشه که یا با ما پول بدیم یا ما جواب دیم درسته؟ شاید همین درسته؟ بسیار خوب خوشحال شدیم حاجی صاحب دیدن شما شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من نونم افت گردیدی تا بکر کنک جا کو بیننده‌های خوب نازنین بازم تشکری میکنیم از یجیلالا که اینا خبر شدن که ما امشب اینجا به خونه از اینا آمدیم و این دو برادر که هستم باز خونه از اینا جدای و بالاخره به خاطر ما اینا هم زحمت کشیدم تشریف آوردم تشکری میکنیم از هر دو برادر زحمت زیادی کشیدم از برار ما بسیار تشکری میکنیم بیننده‌های نازنین ناگزیرین که به می مکان با شما خداحافظی کنیم جا شما همیشه سبز باشه جا شما بسیار خالی به سر از این سفره پیشا پیش چیزی دیگه به عیدم نمونده به تمام مسلمین جهان پیشا پیش عیدم تبریک میگیم همیته که به خوبی و خوشی ماه مبارک رمضان سپری شد عیدم به خوبی و خوشی سپری کنیم الله نگهدار شما بخیر باشیم با عزت باشیم تشکر از شما